در شهر سانت پتربورگ روسیه اعضای یک دسته یا بند غارتگران را دستگیر کردند که به همجنسگرایان حمله آورده نمایندگان اقلیت‌های جنسی را غارت می‌کردند. تلگرام کانال به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک مش نمایی که با تکیه به منابعش خبر داد که این دسته جنایی را جوان 24 ساله زاده تاجیکستان با نام جمشید تشکیل داده از لحاظ عقیدتی تأخیر میداد. بنا به اطلاع مش نمایی که اعضای دسته جمشید از یک اصول ماهرانه جستجوی هدفهای خود استفاده می بردند و فعلا به دست کم دو چنین حمله به همجنسگرایان در حدود ناحیه‌های всеволожسک و مسکوفسک گمان بر دانسته می شوند. خود دستگیر شدگان که بنا به ویدیوی نشر شده شمارشان نه کمتری از 6 نفر است برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند، ولی به گفته منابع تلگرام کانال مش نمایی که سرکرده این دسته جمشید در پلتفرم شناسایی در بین نمایندگان اقلیت‌های جنسی ملاقات عاشقانه قرار می‌گذاشت، ولی هنگام ملاقات همجنسگرایان به جای عشق و محبت مزه مشت و لغت جمشید را می‌چشیدند. بنا به فرضیه مقامات به تدریج سرکرده دسته به خلاصه اومد که آنها می‌توانند نه فقط برای ارزش‌های اخلاقی مبارزه برند بلکه از این راه پول هم کار کنند. بعد این اعضای دسته جمشید به غارت کردن همجنسگرایان که به دستشان میافتید سر کردند. مشنمایی که می نویسد جبر دیده ها به پلیس مراجعت نمی کردند چون که در این صورت باید تفصیلات ملاقاتشان با آدمان ناشناس را هم آشکار می کردند. جمشید و اعضای دسته او به جزا ماندن خود را ایست کرده به این کار جامعه تجارتی پوشاندند و جبر دیده ها را به بالای درس ادب دادن غارت هم کردن گرفتند، ولی قربان آخرین آنها خاموش نایستاد و به پلیس عریضه نوشته درباره ملاقاتش و چگونه 150,000 روبلش را به یغما بردن غارتگران را نقل کرد. اعضای دسته جمشید را الکی 2 روز بعد عریضه این جوان همجنسگرا دستگیر کردند. تفسیرات دیگر قضیه نشر نشده است. به بازداشت شدگان بر اساس ماده 161 کودکس جنایتی روسیه برای غارتگری همچون جزا تا 12 سال زندان تهدید میکنند.